آیت هایی که تدریجا عرق را حرام کرد. اولین آیت هایی که اومد عرق را حرام نمیکرد، فقط گفت که در حالت مستی به نماز نآیید. گفت اونها بعد نماز بامداد عرق نمی نوشیدند و بعد نماز پیشین هم نمی نوشیدند. بعد بامداد سبب اینکه سحری بود، سحر کتی نمی نوشیدند. بعد پیشین برای آنکه هوا گرم بود نمی نوشیدند. بعد عصر هم قریب کی نمی نوشیدند چون که حالی کار تمام نشده است، یا اینکه قریبی های شام می نوشیدند. اگر بعد عصر نوشن الکی شام هست در پیش، الله تعالی که به نماز در حالت مستی نبیایید. مجبور می شدند که عرق حرام نکرد در ابتدا، گفت که فقط به نمازها در حالت مستی نبیایید. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما به نماز نزدیکی نکنید حالا که شما مست هستید. بنابراین مجبور بودن بعد عصر هم نمی نوشیدن، بعد شام هم نمی نوشیدن چون که خفتن هست و بعد خفتن اکثر آنها خوابشون غلبه میکرد. روز مهنت کرده بودن در صحرا، دیگر خوابشون غلبه میکرد و نمی نوشیدن. این یک نوعی آماده کردنی مردمی که بسیار عادت کرده بودن به نوشیدن عرق. بنابراین حضرت عایشه رضی الله عنها گفتن که عرق یعنی که سال اولی اسلام یا سال دوم اسلام حرام نشد. 13 ساله که در مکه بودن عرق حرام نبود. وقتی که به مدینه هجرت کردن بعد عرق حرام شد. بنابراین گفتن که اگر اولین آیاتایی که نازل میشد عرق حرام میکرد، مردم اسلام قبول نمیکرد، چون که مردم جان و دلش بود و عرق نوشی به او ایستاده نمیتونستن. لیکن شریعت آمده تدریجا آنها را آماده کرد. سپس نهی آخر آمد که فهل انتم منتهون، این نجس است، این پلید است، این عملی شیطان است، از این دور ایستید تا اینکه نجات یابید. یعنی مفهوم مخالفت اگر کردید نوشیدید شما نجات نمییابید در دنیا و در آخرت. فهل انتم منتهون، شما آیا از عرق نوشی بس میکنید؟ صحابه گفتند که انتهینا ربنا انتهینا، بس کردیم پروردگار رو، بس کردیم، باز ایستادیم. گفته که عرق های شما رو به کوچه ها برآورده ریختند.